بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. بجمع السلام. خیلی زیبا بود. اینا یارو کنید عاشق کنید ابتدای مراسم تقدیر و تشکر می‌نماییم از قاری محترم قرآن که مورد توقعات جناب آقای تابش قرار می‌گیرند. بفرمایید. ادامه قرآن بله، آقای استاندار محترم همون فرمودند که دوباره از قرائت قرآن این عزیز استفاده بکنیم به برکت صلوات بر محمد آل پاکشان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سلام. ما حوزه‌ای داریم کل بچه‌های با استعداد شهرستان جمع می‌کنن به صورت شبانه روزی. سپاسگزاریم از یکی از اون برادر عزیزم جواد خامش، ریاست محترم بنیاد مسکن اسلامی کشور که این قاری عزیز رو مورد توجه خود قرار می‌گیرند. از فرماندار عزیزمون جای دکتر حق‌شناس و فرماندار محترم جناب دکتر عبدالشیر تاج این قاری عزیز رو مورد توجه قرار می‌گیرند. سلام نداره. سلام. تشکر می‌کنم.